یاد شهدای نافشکن دنا و ما رمیت و اذ رمیت ولکن الله رمی. سلام، خوش آمدید به خبر فوری. ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه شماره 19 از حمله پهپادی به اهداف متعلق به آمریکا و اسرائیل خبر داد. بر اساس این اطلاعیه ساعات پیش پهپادهای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش به برخی اهداف در سرزمین‌های اشغالی و همچنین مراکز و پایگاه‌های آمریکا در کویت حمله کردند. این عملیات به یاد شهدای ناوشکن دنا انجام شده است. طبق گزارش منتشر شده در این حمله اهداف مانند یگان پشتیبانی رزمی رهاوام، استادگاه رادار اخطار اولیه پایگاه 5 آمریکا در سرزمین‌های اشغالی و همچنین مراکز تجمع و انبارهای تجهیزاتی آمریکا در اردوگاه العدیری کویت مورد هدف قرار گرفتند. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این عملیات با استفاده از پهپادهای انهدامی انجام شده و بخشی از پاسخ نظامی به اقدامات اخیر در منطقه محسوب می شود. پس از اعلام انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌ها از برگزاری تجمع‌ها و مراسم بیعت در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، مردم در چندین شهرها به خیابان‌ها آمده و با برگزاری مراسم و سر دادن شعارها حمایت خود را از رهبری جدید اعلام کردند. این تجمع‌ها در میادین و خیابان‌های اصلی برخی شهرها برگزار شده و شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌ها و عکس‌های مجتبی خامنه‌ای حضور پیدا کرده‌اند. در برخی از این تجمع‌ها شعارهایی در حمایت از رهبری و نظام جمهوری اسلامی سر داده شده و مردم با اعلام بیعت حمایت خود را از ادامه دادن مسیر کشور اعلام کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند این مراسم‌ها در فضای احساسی و با حضور جمعی از مردم در شهرهای مختلف برگزار شده. بر اساس اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موج 31 عملیات وعده صادق 4 با رمز لبیک یا خامنه‌ای علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی اجرا شده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه آمده است که این عملیات با استفاده از موشک‌های فوق سنگین انجام شده و به پیشگاه فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تقدیم شده است. طبق این بیانیه حملات موشکی با قدرت و دقت بالا علیه اهداف تعیین شده انجام شده و بخشی از عملیات‌های نظامی اخیر در منطقه به شمار می‌رود.